شما میخواید بدونید که چه جوری قیم شما رو ارتفاعش زیادتر بکنید. وقتی نگاه گیاه رونده شما رو قیم میذاری میاد بالا، بالاتر از قیم میاد، نمیدونید چیکار بکنید تبدیل قیم رو زیاد ارتفاعش بلندتر بکنید. من بهتون میگم که چیکار بکنید قیمش ارتفاعش بلندتر بشه. خیلی ساده و آسون. یکی از این تبدیل‌ها رو میگیرید روی این نگاه کن اینجوری میذارید، درست؟ بعد اینکه گذاشتید به همین راحتی و آسونی میتونید جلوتر خوب بگیرید اینجا رو تبدیل رو محکم میکنید، درسته؟ این لوله پولیک هم توی همون تبدیل قبلیه. درست؟ شاید یه قیمه بلندتر که این گیاه رونده راحت‌تر میره روش، برگاش پهن‌تر، دم برگاش بلندتر و زیباییش بیشتر میشه. البته اگه میخواید کارتون زیباتر بشه به راحتی همین خزاها رو نگاه بکنید. میذارید روی این اینجوری میذارید، بعد با یه نخ دورش رو میبندید کاملا عین روز اول میشه. نگاه بکنید این اول یه قیم رو به همین راحتی و به همین آسونی و سادگی بلندتر کردید و دیگه نیازی به قیم دیگه ای نداره که دوباره گیاهو بکن رو قیم دیگه سوار بکنید. بهتر واسه دوستت که گیاه قیم دار داره نمیدونی که چیکار بکنه که قیمش بلندتر بشه تا براش مفید واقع بشه.